حقیقت است که پاداش شیرین دارد. در اول تلخ است ولی پاداش شیرین است و این خودکار سیاه خواب است. شاید در اول شیرین باشد اما تاوان سخت و سنگین دارد. حالا بگویید کدامش را انتخاب میکنید شما؟ مطمئنم بیشتری های شما خودکار قرمز را انتخاب میکنید. به خاطر اینکه همه تان میگن ما در جستجوی حقیقت هستیم. درست است؟ اما یک سوال، اگر دنبال حقیقت هستی، آیا مطمئن هستی که الان زنده هستی یا فقط توهم زنده بودن را دارید تجربه میکنید؟ شاید هم تو یک فکر باشید در ذهن یکی دیگر. اینجاست که ماتریکس شروع می شود. وقتی فکر میکنی بیداری اما در خواب عمیق‌تر از مرگ زندگی میکنی. وقتی هر روز بیدار میشوی اما روحت هنوز در زندان است. وقتی انتخاب‌های خودت را نمیتوانی خودت انجام دهی بلکه ترس‌ها، انتخاب‌های دیگران و تربیتی که فامیل شما را کرده براتون انتخاب میکنه. ویل اسمیت در مصاحبه‌ای میگوید ما در درون ماتریکسی از انتظارات زندگی میکنیم و همه چیز از قبل برایمان تعیین شده است، چه باشیم چه بخواهیم و چطوری زندگی بکنیم. اما کمتر کسی این سوال رو میپرسد که چرا. امیرالعشق در نهج البلاغه در خطبه 209 میفرماید که انسان‌ها در خوابند یا مردم در خوابند، وقتی که بمیرند بیدار میشوند. دوستان، ماتریکس دو نوع است. ماتریکس اول ماتریکس به عنوان سیستم بیرونی هست، مثلا نظام آموزشی که به جای تفکر فقط اطلاعات میده، رسانه هایی که به جای آگاهی فقط سرگرمی و ترس ها را کنپاش میکنند و فرهنگی که شما را در قالب از پیش تعیین شده محفوظ کرده است. مرد موفق، زن خوب، دانش آموز نمونه. و ماتریکس دوم ماتریکس به عنوان زندان ذهنی است. این ماتریکس به مراتب خطرناکتر از ماتریکس سیستم بیرونی میباشد. این ماتریکس چیست؟ باورهایی که در کودکی برای ما القا شده است. تو به درد نخوری، پول کثیف است، خانوم‌ها ضعیفند یا مردان گریه نمی‌کنند. همه ما امروز این باورها رو داشتیم و شاید هم خیلی های ما داریم هنوز. این ذهن است که ما رو در بند می‌کشد. حتی اگر شما از سیستم فرار کنید و ذهنتان در بند باشد باز هم در ماتریکس هستید. در پایان بیشتر مردم تا لحظه مرگ هرگز از خواب بیدار نمی‌شوند. آیا می‌خواهی یکی از آنها باشی؟